خب سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان. چند تا استوری دو روز قبل گذاشته بودم و گفته بودم یه ویدیو در این مورد درست میکنم. حالا تو یکی دو روز اینقدر اتفاقات متفاوت افتاد، ما یه خود ویدیومون با تأخیر داره منتشر میشه. عرضم به حضور در مورد مسئله همین حمایت تمام‌قد اردوغان از جنگ احتمالی لبنان و اسرائیل، همینقدر بگم که این یه دونه از پروژه‌های تحقیقی من بوده. عرضم بازه کلمه تحقیق رو بردم، جا داره اینجا یه عذرخواهی من بکنم بابت اینکه تو چند تا ویدیو قبل یه قسمتی گفتم تخصصم سیاست بین الملل، سیاست داخلی نیست. من اینجا جا داره عذرخواهی بکنم. تخصص برای افراد متخصص و عالم، من عنوان تحقیقیم سیاست بین الملل، یعنی در جایگاه محقق هستم نه متخصص، و جا داره این عذرخواهی رو بکنم خدمت اساتید. بعدش در این مسئله یه تحقیقی داشتم در مورد همین که آورده ایران اصلا از این قضیه حمایت از طوفان الاقصی و حزب الله و این جنگی که بین غزه و اسرائیل افتاده، این آوردش در سیاست بین الملل، از نگاه سیاست بین الملل برای کشورهایی که حالا اینجور حمایت میکنن. شما میبینید مثلا امریکا هم از اوکراین با توجه به اینکه بعد از 40 سال به تورم میخوره، امریکا حمایتش رو ادامه میده و هر سری سنای امریکا 100 میلیارد 50 میلیارد 40 میلیارد داره به اوکراین حمایت مالی میکنه، حمایت نظامی میکنه. و اینها برای چی است؟ خب ما میبینیم بعد از نبرد طوفان الاقصی حمایت ایران از فلسطین و غزه بیشتر میشه و این حمایت تا جایی میره که سطح درگیری بین ایران و اسرائیل رو بالا میبره. من حتی یک ویدیویی از پروفسور هوشنگ امیرحمدی میدیدم، خیلی جالب بود. در این ویدیو ایشون خیلی بر این اعتقاد هستش که به قول امریکایی‌ها باید با دیدگاه پیستویستریکس، مثلا با از دید قدرت به همه چیز نگاه کنی و موقعی که شما در موضع قدرت نباشی اصلا کشورها بهت اهمیت نمیدن، حالا چه برسه که به میز مذاکره بخوام بشینن. و به اینجا رسیدم که واقعا بعد از اینکه سطح دعوای ایران و اسرائیل بالا رفت، که ایشون همین پروفسور هوشنگ امیرحمدی هم برای این اعتقاد داشت که از این پس سطح درگیری بین ایران و اسرائیل بالا خواهد رفت. بعد خیلی برام جای سوال بود که این سطح شامل چه چیزایی میشه. دیدم شامل کیفیت دعوای ایران و اسرائیل میشه و شما میبینید که بعدش کیفیت دعوایی بالا میره. اسرائیل سفارت ایران رو تو سوریه میزنه و ایران هم خاک اسرائیل رو هدف میگیره. حالا خیلی میگن موفق نبوده، حالا چه موفق بوده چه نبوده، اقدام به این کار میکنه و خب اونجوری که حالا رسانه ها میگن تا حدودی موفق بوده، چون به هر حال خاک اسرائیل رو هدف گرفت. بعدش میبینید که بعد از این سطح دعوا اونقدر بالا رفته که به هر حال در حالا زدن یک شخصیتی که حالا یک جایگاه بین المللی در کشور مقاومت اسلامی داره توی قلب تهران، اونم با یک شی انفجاری، حالا یا موشک دوش پرتاب بوده یا از این کوادکوپترهای حالت پرس زن، تو اصطلاح نظامی میگم، زیاد اطلاعات نظامی ندارم ولی تو مسائل بین المللی که تحقیق میکنی خود به خود به این مسائل نظامی میرسی. بهشون میگن کوادکوپترهای پرس زن که من عکسش حالا تو استوریا میذارم. بعد خب آورده ایران بعد از این اتفاقات با توجه به اینکه شخصا مخالف 100% جنگ هم، کما اینکه برای کشور خودم آورده داشته باشه که میدونم خب برای کشور خودم هم متضرر میشه در این جنگ به هر حال با این وضعیت اقتصادی مردم. ولی بعد از اون میبینیم که پروژه گازی ایران و پاکستان که چند سالی به تعویق افتاده بود، بزرگترین پروژه گازی ایران بود که میبینید پاکستان 7-8 روز بعدش خیلی مصره که بیاد این پروژه رو با ایران ببنده و در قسمت نظامی هم چند تا قرارداد با ایران میبنده. حتی کما اینکه آمریکا خیلی دخالت میکنه و میگه نه، اصلا تهدید میکنه به اینکه پاکستان رو تحریم میکنه و در سطح وزیر امور خارجه پاکستان میاد میگه نه، مناسبات
تجاری ما به هیچ کشوری ربطی نداره، ما اجازه دخالت نمیدیم و کارشون رو پیش میبرن و قرارداد تموم میشه. و همینطور تو بندر چابهار با هندوستان، کما اینکه چین ایران رو به صورت خیلی مخفیانه دلخور میشه و نامه میزنه که آقا این با اهداف ما در یک مسیر نیست و جا داره من اینجا بگم که واقعا سیاست بین الملل تک حزبی و دو حزبی و چند حزبی و چند قطبی فکر نمیکنه، فقط به منافع ملی اون کشور فکر میکنه. با توجه به اینکه چین دلخور شده و ناراحت شده و ما کار خودمون کردیم با هندوستان و قرارداد رو پیش بردیم و این جزء آورده ها میشه. حالا به غیر از اینکه کشورهایی مثلا از صبر استراتژیک میرن توی یک قسمت دیگه نظامی و تغییر میدن اون تفکر نظامیشون و اون قدرت نظامیشون رو به سمت بازدارندگی بردن و این یک پیامی رو میرسونه به قدرت‌های دنیا، این یه آورده‌ای بود که برای ایران از این قسمت حمایتی از فلسطین بود. حالا ترکیه که از این مسئله عقب میمونه، یعنی خودش رو عقب میبینه، چون خب برای ترکیه هم یه قدرت نظامی هستش تو خاورمیانه. ترکیه میاد همون موقع اعلام میکنه که آقا ما پیشرو، فکر میکنم در سطح وزیر امور خارجش بود، که ما پیشرو هستیم در حمایت از فلسطین و در حمایت از غزه و این حرفا، که خیلی رسانه‌های دنیا میتوپن که آقا شما عملا کاری انجام ندید جز اینکه توییت و فلان و اینا تو رسانه‌ها اینا عملا در مورد اسرائیل کار انجام، چون مناسبات ترکیه با اسرائیل خیلی زیاده، در حد سالیانه 16 میلیارد دلار. خب برای یک کشور مناسبات تجاری بین دو کشور 16 میلیارد دلار خب بسیار چشمگیره. و در اولین اقدام ترکیه میاد هولوش 8 تا 9 میلیارد دلار از اسرائیل رو تحریم میکنه کالایی، که بعد میبینه باز موثر نیست، باز میاد کل صادراتش رو به اسرائیل تحریم میکنه که شامل 16 میلیارد دلار میشد، که اینم بعید میدونم حالا گاز رو تحریم کنه، چون 16 میلیارد دلار شامل گاز صادراتی ترکیه به اسرائیل نمیشه. حالا در صورت عقب میمونه از این قضیه و صحنه‌ای پیدا نمیکنه برای نمایش نظامی و آورده تجاری بعد از این اتفاقات، تا اینکه فرصتی برای ترکیه پیش میاد تو قضیه لبنان و جنگ احتمالی همه جانبه بین لبنان و اسرائیل، که از این فرصت استفاده کنه و اردوغان پشت سر هم در رسانه‌ها حالا خوری و من وارد اسرائیل میشم و نمیدونم چیکار میکنم، علم میکنم. خواستم بهتون بگم که کشورهایی که در منطقه در این قسمت از خاورمیانه تا حدودی از قدرت نظامی برتر برخوردارن، اینا میان در حالت حمایتی از این جنگ ها میکنن که واقعا حالا از نظر من مردوده، چون این جنگ ها جز خرابی و ویرانی برای سطح متوسط طبقه معمول جامعه نداره، و چون اون سطح غنی که سریع از اون کشور خارج میشن، ولی اون سطح حالا متوسط مثل خودمون یا معمول جامعه واقعا اسیر میشن، داغون میشن، ویرانی داره برای اون مردم و آوردهش برای این کشورهاست و ترکیه میخواد که از این قافله عقب نباشه، کما اینکه فکر میکنم نتونه به اون اهدافش برسه. و دلیل اصلی حمایت ترکیه و شخص اردوغان این نیست که خیلی طرفدار مثلا مقاومت و حزب الله و لبنان و اینا، نه، میخواد اینجا یه صحنه‌ای باشه برای نمایش ادوات نظامی و کمک‌های لوجستیکیشو و آورده تجاری و اینکه یک بازدارندگی برای خود ترکیه داشته باشه بابت جنگ افزارهایی که داره و نمایش قدرتش. یا علی مدد، خیلی مخلص.